در دبی. بله. بعد من 2 تا کنفرانس داشتم که به فاصله از همدیگه در یک روز قرار بود که من این کنفرانس رو بدم. قبل از من یه خانم عربی اومدش کنفرانسی داشتش و در اون اسلایداش همش نوشته بود که عربیان گلف و حتی هی مرتبا میگفت عربیان گلف یعنی خلیج عربی و من آماری که میداد از کشورهای حوزه خلیج فارس بود. بعد من خیلی ناراحت شدم و وقتی که نوبت من شد من رفتم اول کنفرانس اولم که دادم، بعد گفتم که Persian Gulf has been Persian Gulf since ancient time and it will be Persian Gulf forever. یعنی که خلیج فارس از زمانهای باستان خلیج فارس بوده و تا ابد هم خلیج فارس تا ابد هم خلیج فارس دست نداره این اتفاق. بابا و این باعث شد بعد که من اومدم نشستم کنفرانس هم که دادم نشستم در سالن که بعد برم کنفرانس دیگر بدم، اومدن و به من گفتن که تو لابی کنفرانس شما رو میخوان. من رفتم بیرون و دور تا دور من حلقه زدن، گفتن که شما این کنفرانس علمی رو تبدیل کردین به یک کنفرانس سیاسی کردین و باید برین معذرت خواهی کنین. من گفتم که من معذرت خواهی نمی کنم ولی میتونم برم بگم سیاسی نبود. بعد دیگه اومدم نشستم، یک پروفسور فرانسوی آلمانی بوده کنفرانسش رو داد، بعد دوباره نوبت من شد. من رفتم اونجا دیگه قبل از اینکه اصلا این کنفرانس دوم رو شروع کنم گفتم که my words were not political, we are friends but it was true. گفتم که من صحبتام سیاسی نبود، ما با هم دوست هستیم ولی این یک حقیقت بود. تو گفتم یک حقیقت بود دیگه همه گفتن پاشین و اینا اومدن بیرون از کنفرانس، میکروفون منم قطع کردن و همه اومدن بیرون و به من گفتن که همکاران گفتن اینا میگن که قراره براتون پلیس بیارن. گفتم خب پلیس بیارن. خلاصه دیگه ما نرفتیم سر سالن کنفرانس و حتی با اینام نهار نخوردیم و بعد رفتیم و دوباره هتل که رسیدیم ساعت حدود 6 بعد از ظهر بود. بعد شما رو اخراج کردن خانم؟ بله. بعد من رفتم برم تو اتاقم کلیدم سبزه، بعد سبز نمیشه قرمزه. اومدم به رسپشن گفتش که شما این خراب دستگاه ما بشینین تا من صداتون کنم. که یه آقای اومد گفت من پلیسم، شما باید که همین الان از اینجا برین یا یه سری هم کاغذ گذاشت جلو من که معذرت خواهی کنین. من گفتم که خب من میرم الان هواپیما من بگیرین برم و اینا هی هم تهدید میکرد. بعد دیگه منم روی اون نامه ها کاغذا نوشتم که من یه پروفسورم از ایران دعوت شدم برای کنفرانس. ما وقتی یه پروفسور دعوت میکنیم بهش احترام میگذاریم، ازش پذیرایی میکنیم. اینا بسیار با ما بی‌ادبانه رفتار کردن و نام خلیج فارس هم میخوان عوض کنن که این برای ما قابل قبول نیست. خانم دکتر از امارات اخراج میشم و ممنوع الورود به امارات. مهران یه کار جذاب برای ما کرده و بی شک در طول تاریخ بوده هست و خواهد بود. حتی اگه ما رو جای راه ندید نمیتونید واقعیت تاریخی رو تغییر بدید و ما اصلا روش بحثی نداریم که بخوایم حالا خانم دکتر این اتفاقات بیفته. این خلیج تا ابد خلیج فارسه. مهران جان به این ایران و این نقشه و اون خلیج همیشه خلیج فارس هست و خواهد ماند.